سال آخر دانشگاه بود و تمام فکرم شده بود ازدواج. راستش هنوز با کسی تو رابطه نبودم، اما تشنه یه زندگی مشترک بودم و با خودم میگفتم اگه خواستگار خوبی بیاد حتما جواب مثبت میدم. درست همون روزایی که تو حال و هوای خودم بودم، یکی از پسرای رشته مهندسی به اسم سعید ازم خواستگاری کرد. سعید از اون پسرای سربزیر و منطقی به نظر می رسید. خانواده ها با هم صحبت کردن و قرار شد 3 تا 6 ماه با هم نامزد باشیم تا همو بهتر بشناسیم. توی اون چند ماه سعید مثل یه فرشته دورم میگشت. هرچی میخواستم قبل از اینکه زبون بیارم برام فراهم میکرد. هر جایی که دوست داشتم میرفتیم و اصلاً اهل فشار آوردن یا بد اخلاقی نبود. واقعاً حس میکردم مرد آرزوهامو پیدا کردم و کم کم عاشقش شدم. سعید خودش یه مغازه لباس فروشی مردونه توی یه پاساژ معروف داشت و وضع مالیش هم خیلی خوب بود. خانواده‌اش هم خیلی آروم و با آبرو بودن. از می که هیچ وقت صدای دعواشون از خونه بیرون نمی اومد. بعد از 4 ماه با اطمینان کامل به بابام گفتم که من جوابم مثبته. سعیدم وقتی شنید خیلی خوشحال شد و قول داد کاری کنه که آب تو دلم تکون نخوره. مراسم عقد و عروسی خیلی سریع چیده شد. عقدمون رو توی باغ پدری سعید گرفتیم. یه مراسم جمع و جور و خانوادگی که خیلی هم شیک بود. اون یه ماهی که درگیر خرید عروسی و چیدمان خونه بودیم انقدر سرم شلوغ بود که کمتر با سعید وقت میگذروندم. واسه همین لحظه شماری میکردم که زودتر بریم زیر یه سقف. شب عروسی همه چی عالی پیش رفت. حس میکردم خوشبخت‌ترین دختر روی زمینم. وقتی مراسم تموم شد و سوار ماشین شدیم که بریم سمت خونه، بقیه هم با بوق زدن دنبالمون می اومدن. یهو سعید از صندلی عقب یه بطری مشروب آورد بیرون و به من تعارف کرد. من تا حالا لب نزده بودم و ترس داشتم. اما سعید با اون زبون چرب و نرمش گفت: عزیزم، اگه قراره یه روز امتحان کنی، بهتره کنار من باشه. من گاهی با دوستام و خانوماشون دوره همی داریم و همه میخورن. دوست دارم تو هم همرنگ جمع باشی. با حرفاش قانع شدم و چند تا قلوب خوردم. اولش مزه‌ش حالمو بد کرد، اما کم کم سرم گیج رفت و چشام خمار شد. سعید هی اصرار میکرد و بطری دوم و سوم رو هم داد دستم. دیگه دست خودم نبود، فقط میخندیدم و حرفای بی ربط میزدم. با اینکه حس میکردم حالم داره بد میشه، بازم به اصرار سعید خوردم و دیگه هیچی نفهمیدم. صبح که بیدار شدم سردرد وحشتناکی داشتم. هنوز چشامو کاملا باز نکرده بودم که دستمو کشیدم رو تخت و یهو از ترس جیک زدم. یه مرد غریبه بدون هیچ لباسی کنار من روی تخت خواب مشترک من و سعید خوابیده بود. جیغ بنفشی کشیدم که سعید با سرعت اومد تو اتاق. انتظار داشتم سعیدم مثل من شوکه بشه، اما خیلی آروم گفت: عزیزم آروم باش، برات توضیح میدم. اصلا نمیفهمیدم چی میگه. مرد غریبه با خیال راحت بلند شد، سعید رو بوسید و از اتاق رفت بیرون. تازه اونجا بود که مغزم تحلیل کرد چه بلایی سرم اومده. سعید شروع کرد از تمایلات خاصش و رابطه‌های گروهی حرف زدن. چیزایی میگفت که حتی شنیدنشم برام ممنوعه بود. با فریاد بهش گفتم: سعید، با زندگی من چیکار کردی؟ اما اون خیلی خونسرد جواب داد: این فقط یه سلیقه است و من هنوز دوستت دارم. ما باید هفته 1-2 بار از این برنامه‌ها داشته باشیم. وقتی دید من زیر بار نمیرم و دارم به علایق کثیفش توهین میکنم، چهره واقعیشو نشون داد. با لحنی که تا حالا ازش نشنیده بودم داد زد: ببین، تو دیگه زن منی. یا با این رابطه ها کنار میای یا مجبورت میکنم. هر کاری دلم بخواد باهات میکنم و حق نداری روی حرف من حرف بزنی. اونجا بود که فهمیدم چه اشتباه بزرگی کردم و با چه موجود ترسناکی ازدواج کردم. 1 ماه تمام تلاش کردم باهاش صحبت کنم. التماسش میکردم که دست از این کارای زشت برداره، اما اصلاً گوشش بدهکار نبود. نه تنها بیخیال نمیشد، بلکه من رو هم مجبور میکرد که توی اون برنامه‌های کثیف شرکت کنم. من اصلاً حق انتخاب نداشتم. یا باید با زبون خوش قبول میکردم یا با زور و کتک مجبورم میکرد. وقتایی بود که انقدر من رو میزد که دیگه تابی برام نمیموند و فقط برای اینکه زنده بمونم تن به خواسته های لجنش میدادم. دیگه به سیم آخر زده بودم. یه روز که سعید خونه نبود، هرچی طلا داشتم جمع کردم و بدون اینکه حتی یه یادداشت بذارم از اون خونه زدم بیرون.
میدونستم نباید توی شهر خودمون بمونم چون سعید نفوذ و رفیق زیاد داشت و خیلی راحت میتونست پیدام کنه. بلیت گرفتم و رفتم یه شهر بزرگتر که ردی از خودم نذارم. اونجا که رسیدم اولین کارم این بود که طلاهامو فروختم. با پولش تونستم یه اتاق خیلی کوچیک و ساده اجاره کنم. اتاق فقط یه کمد کهنه و یه یخچال نقلی داشت، اما برای من که از اون جهنم فرار کرده بودم مثل بهشت بود. با خودم میگفتم چون درس خوندم و مدرک دارم حتما میتونم یه کار آبرومند پیدا کنم و زندگیمو از نو بسازم. 1 ماه تمام شرکت‌های داروسازی و آزمایشگاهی رو زیر پا گذاشتم. هر جا می‌رفتم وقتی می‌فهمیدن متأهلم اما شوهرم کنارم نیست، با نگاه‌های بد بهم خیره می‌شدن و سوالای شخصی می‌پرسیدن. 2-3 جا هم که آزمایشی رفتم به محض اینکه می‌فهمیدن تنها زندگی می‌کنم عذرمو می‌خواستن. حتی آرایشگاه‌ها و محیط‌های زنونه هم من رو قبول نمی‌کردن. 2-3 ماه گذشت و پول پیش خونه و خرج خوراکم تموم شد. صاحب خونم هم دیگه صبرش سر اومده بود چون چند ماه بود اجاره نداده بودم. گشنگی بدجوری بهم فشار آورده بود. یه روز از سر ناچاری رفتم یه شرکت خدماتی برای نظافت. مدیر شرکت گفت همین الان یه مشتری داریم، اگه بتونی بری و راضی باشن استخدامت میکنم. من که تا حالا توی خونه خودمون دست به سیاه و سفید نزده بودم، مجبور شدم قبول کنم. آدرس رو گرفتم و رفتم. وسط کار خانم خونه برای دیدن دوستاش رفت بیرون و من با شوهرش تنها موندم. اون مرد هیز وقتی دید تنها هستیم اومد سمتم و من رو محکم گرفت. با جیغ و داد و حتی گاز گرفتن دستش تونستم از چنگش فرار کنم. سطل و مواد شوینده رو همونجا گذاشتم و فقط با گریه از اون خونه زدم بیرون. تازه بدبختی‌ها شروع شده بود. فرداش از شرکت زنگ زدن و گفتن چون وسایل رو با خودت بردی باید جریمه بدی وگرنه شکایت میکنیم. من حتی پول یه نون ساده رو نداشتم، چه برسه به جریمه. توی اون شهر غریب هیچ کس رو نداشتم که ازش کمک بخوام. کم کم داشتم به این نتیجه می رسیدم که هیچ راه نجاتی برام نمونده. یک روز که دیگه طاقتم تموم شده بود، رفتم سوپرمارکت سر کوچه. به مرد فروشنده که اسمش کامران بود، با التماس گفتم آقا من خیلی گشنمه، میشه چند تیکه خوراکی بردارم و بعدم پولش رو بیارم؟ کامران یه پوزخند زد و گفت از کجا معلوم که بیاری؟ وقتی اصرار من رو دید با همون نگاه‌های ناپاکی که ازشون فراری بودم گفت میتونم بهت بدم، حتی بیشتر از اینا، اما به شرطی که یه جور دیگه با هم حساب کنی. من که دیگه چیزی برای از دست دادن نداشتم و از گشنگی داشتم میمردم قبول کردم. چند ماهی اوضاع همینطوری بود. کامران خرج خوراک و اجاره اتاقم رو میداد و من هم تن به خواسته هاش میدادم. تا اینکه یه روز کامران گیر داد که همین الان توی مغازه باید کارشو راه بندازم. من میترسیدم کسی بیاد و آبروم بره، اما اون با لجبازی کرکره مغازه رو تا نیمه کشید پایین. هنوز چند دقیقه نگذشته بود که صدای آژیر پلیس بلند شد. مامورا ریختن داخل مغازه و به من دستبند زدن. اصلاً با کامران کاری نداشتن. انگار فقط دنبال من بودن. بعدها توی بازداشتگاه فهمیدم که تمام این مدت سعید با نفوذی که داشته تعقیبم می‌کرده. اون تمام کارهای کثیف خودش رو به اسم من تموم کرده بود و با جعل مدرک از من شکایت کرده بود. حالا من مونده بودم و حکم شلاق و زندان. روز دادگاه سعید رو دیدم. با همون لبخند مرموزش اومد سمتم. بهش گفتم چرا با من این کار رو کردی؟ مگه قرار نبود خوشبختم کنی؟ سعید خیلی خونسرد گفت خودت نخواستی. اگه توی خونه میموندی هر چی میخواستی برات فراهم بود. من نمیذارم زن من توی خیابونا ولو باشه. حالا هم باید توی زندان بپوسی. داستان عشق من که فکر میکردم رویایی ترین زندگی رو برام میسازه توی 4 دیواری سرد زندان تموم شد. من موندم و حسرتی که هیچ وقت تمومی نداره. اگه از این داستان لذت بردید، لطفاً ویدیو رو لایک کنید.